آزادی بیان همین، امر معروف نهی از منکر سید الشهدا هم همین بود، امر معروف نهی از منکر حاکمان در واقع اصلا همین بود دیگه. اوکی، خب ما بالاخره ما باید بتونیم راجع به مسائل مملکت نظر بدیم، حتی عمومی هم نظر بدیم، ولی یه سری خطوط قرمز هم هست که خطوط قرمز اخلاقیه داریم رعایت میکنیم شیلنگت دیگه. خوب وقتی ما نبود مخالف دیگه، این جنگیم، شیلنگ، چرا این من آخه شیلنگت من که فقط خوب نمیتونم نبود. حتما بیام الا و لابد بگم که اون راه حلی که الان داره میره جلو درسته. اون راه حل به نظر من غلطه. من چه ببرم تو زندان اونجا هم میگم راه حل غلطه، چه اینجا هم میگم غلطه. چرا؟ چون تو اصلا نشنوی که راه حل غلطه، راجع به غلطی درستی راه حل فکر نمی‌کنی. اصلا من دارم بهت لطف میکنم این غلطو بهت میگم. حتما که نباید برم از تلویزیون اونوری هم اونور که دست شما به من نمیرسه بگم راه کار غلطه. اتفاقا چون اینجا موندم و هیچ پولی هم از جایی نمیگیرم، ذینفع هیچ گروه سیاسی هم نیستم، تو باید بیشتر به این که من میگم راه حلت غلطه توجه کنی. من دارم به تو هدیه رایگان میدم عملا. حالا نه که هدیه رایگان به شما بدم چون عاشق جمالاتم، چون تو این مملکت دارم زندگی میکنم و ترجیح میدم خانواده و دوستان و آشنایان و هموطنان خودم بهتر زندگی کنم. راه حلی که توش خشونت نباشه، خونریزی نباشه، کسی آسیب نبینه، به نقطه‌ای نرسه که یهو تو توی ببینی یه کشوری داره تو رو حمله نظامی و ترور تهدید میکنه، جرئت نکنی حتی تو خیابون راجع به اون حرف بزنی، چون بدونیم همه مردم بی تفاوت شدن. این خیلی چیز خطرناکی الان رخ داده. خب تو وقتی امثال جنت خور رو ساکت میکنی، پس فردا دیگه کسی نیست بیاد بگه آقا من با جنگ مخالفم، که یارو یه وجهی هم داشته باشه. سکوت باید بکنی یارو. بعد تو میمونی و حوزه. اون اسرائیلی هم از اون ور نظرسنجی میکنه، پایش داره، اونم کلی ابزار اطلاعاتی تو ایران نگاه میکنین آقا چند درصد ایرانیا با جنگ بی تفاوتن یا اصلا موافق حمله نظامی خارجی ان، آمار مشارکت انتخاباتشون چند درصد بوده، با عدد تصمیم میگیره دیگه. اینا مگه اینم عقل داره حالیشون میشه دیگه. آقای جنت خواهی؟ مگه اینا بله. حالیشون میشد؟ شما این اگه شما اینا چیز حالیشون میشد که الان بعضی آقای کشور این جنت نبودن. خب ها، دیگه، یعنی میخوام بگم وقتی شما این همه منتقد و مخالف داری، اپوزیسیون داری، یکی مثلا توی تلویزیون خارج از کشوره، یکی توی نمیدونم فلان اندیشکده خارج از کشوره، یکی در ایران اصلا جزء حزب اصلاح طلبه، یکی جزء حزب اصولگرا، یکی مثلا یه چیزی داره. شما اومدی زندگی منو دیدی، همه جا چکی دیدی، من با هیچ گونه احزاب کارم نکردم، نمیکنمم. سیاسی هم مثلا من به لحاظ اعتقادی دولت از نظر من نه اصلاح شیطانه طلب که بودی شما و من شب اصلا پول شب دولتی یارو رو تصویب پول برجام دولتی یه من پول خیابون دولتی رو بستی بابا، اصلا یادت نیست؟ من پول دولتی رو اصلا پول شیطان میبینم. از نظر من حرامه، نظر شخصی منه. من تو زندگی پول دولتی و پول هیچ دولتی رو نمیخوام وارد زندگیم کنم. و از نظر من نه تنها دین باید از دولت جدا بشه، که علم هم باید از دولت جدا بشه. یعنی من سکولارم نیستم، دولت باید از معنا تهی بشه، و چون دولت شیطانه، دولتی که معنا تهی بشه به معنی همونه که دولت و همون شیطان به انسان سجده کرده، یعنی حمال آدم شده. من نگاهم اینه. و در نگاه من نهاد دین باید مدافع آزادی باشه، ولایت فقیه باید مدافع آزادی و حقوق مالکیت باشه، شورای آقا نگهبان جنت ها، شما باید فکر کن شورای با یک نگهبان نظام حقوق مالکیت عقلانی باشه. روبرو هستی؟ من اوکی، من کاری به اونش ندارم، من بحثم اینه. من اینجای قضیه عقلانی میخوام، تا اینجا فکر کنم عقلانی اند که به این فکر کنند که یک آدمی که ذینفع مادی جایی نیست، با هیچ کم کار نکرده، از کشورم نخواسته خارج بشه، با جنگم مخالفه، براندازم نیست و ایدای براندازانم نمیخواد، آیا حرفی که این داره میزنه و برای ما عجیبه ارزش شنیدن دارد یا باید بکنش تو زندان؟ باید بکنی تو عقل اگه زندان. اندازه یه جو باشه اینو نمیکنن تو زندان. اونی که همون داره دیگه، یه چون جای شما فکر ساپورت کنید میشه با یک رو آقای نظام میزنن. علی عقلانی زاده، روبرو هستی. شما میدونید، نه، شما من هنوز فکر کنم یه عقلی وجود داره، من به عقل انسان ماشاءالله امیدوارم. تحلیلات خیلی عمیقه، ولی اینجا احتمالا تشخیص ندی. شما با یک نظام عقلانی روبرو نیستی که خب من هیچ وقت با پیش فرض این که با نظام سودوزیان رو عقلانی محاسبه روبرو کنه. نیستم وارد نمیشم دیگه. میدونی من احترام قائل میشم برای طرف مقابل، میگم شما عقل داری، اینم استدلال من. آیا استدلال من با عقلت سازگاره یا نیست؟ نگاه میکنیم اینو سازگاره، میگم آقا با اون حکمی که واسه من دادی جالب نیست دیگه، داری اشتباه میکنی. تو اگر تو مسیری که با عقل سازگار نیست وارد بشی، همون هزینه‌ای رو میدی که تا الان تو این یه سال اخیر دادی و قبلا هم دادی و بازم داری میدی. ها، بدیم، مگه چه منتها این یکی اشکالی داره؟ بدتره. مملکت به باد بره، مگه چه مشکلی داره؟ از نه نگاه اونا مشکل که دارن داره. میگم.
نه از چه نگاه هم مشکلی داره خونه هم مملکت به مشکل، باد اگه بره، محیط مشکل زیست به نداشت هم که بخوره، دخترامونو کور کنیم سر حجاب، اقتصادمون به هم بخوره، هاشمی رفسنجانی رو بکشیم، مگه چه مشکلی داره از نظر اینا؟ آقای علیزاده، این آقای ناورعیقی من نمیذاره کلا ببریم اینقدر پیش خودش. بدبین نیستم این آقای حرفا رو علیزاده، نزنه. من شما حالا انقدر الان حالا بدبین دیگه الان نیستم. بدبین بشون دیگه. با از این نه لحظه پرونده به بعد من سنگین‌تر میشه، شما گناه از این من به داره. لحظه به این بعد بگو نگاه، من با یک نظام عقلانی روبرو نیستم. نه من اینطوری بعد نگاه نمیکنم، من اینطوری آقای نگاه علیزاده میکنم. گناه داره به خدا، بابا ولش آقا کنید. بذارید من آقای بهمنش، من بلدم خودم دفاع کنم یا موقعیتمو حفظ کنم. من اینجور نگاه میکنم ماجرا رو که اگر جمهوری اسلامی الان با یک سری از ایدئولوژی های کنونی تضاد داره، مثلا میگه من لیبرال دموکراسی غربی رو منحط میدونم، میگم اوکی منم باید موافقم، چون من دارم یه چیز بهتری رو دارم بهت پیشنهاد میدم. با سوسیالیسم هم که خب داریم میبینیم که ایده های سوسیالیستی چجوری اقتصاد رو متلاشی کرده. میگه من نمیخوام این باشم نمیخوام اون باشم، میاد وسط رو ورداره. کسی که میاد وسط وایسه معایب دو طرف رو برمیداره، مزایاشو نمیتونه برداره. یعنی معایب لیبرال دموکراسی غربی رو برداشته، معایب سوسیالیسم هم برداشته. البته خب سوسیالیسم همش معایبه، کلا اصلا درود به فواید نداره. شرفت. خب حالا نکته چیه؟ من اومدم گفتم اوکی، من این وسط نمیخوام بجنگم، نمیخوام براندازی کنم، نمیخوام نمیدونم خونریزی رخ بده، نه با حمله نظامی مخالفم. همه من میگم پس تو راه حلت چیه؟ میگم گفتمان جدید. میگن گفتمان جدید چیه؟ میگم مینویسمش، میشینم روش کار میکنم، 2 سال گفتمان جدیدم کار میکنم، میارم وسط، حتی پله های عملیاتیش هم کار میکنم. این وسط یهو هوس میکنن بریزن بالا سر ما، یا این وسط هوس میکنن که حکم ما رو تجدید نظرش هم همون رو قطعی کنن. خب این داره خودش هم ضرر میکنه. من که خودم رو قائل به تکلیف میدونم و قائل به تکلیف بودن منم مفهوم آزادیه، من خودم قائل به تکلیف مفهوم آزادی میدونم و برای مفهوم آزادی عدول نمیکنم از اصولم. اصولم همینا بود که گفتم، اگر راهی وجود نداشته باشه بدون خونریزی و خشونت و رادیکالیسم به نتیجه برسه، من اون راهو میسازم و دارم همین کارو میکنم. حالا اگر شما فکر کنید که این نظام عقلانیه، میشنوه یا عقل نمیشنوه، من اصلا در مقام قضاوت این مسئله نیستم. من در مقام اینم که اون کاری که فکر کنم درسته رو بنویسم، مکتوب کنم، بمونه برای آینده. حالا یا کسی خوشش میاد یا کسی خوشش نمیاد، یا اجرایی میشه یا نمیشه. اما اون نظام حداقل یه عقلانیتی داره که ببین آقا در 4 5 سال اخیر خب تحلیلی کی کدوماش درست در اومده، چند درصد مال هر کس درست در اومده، میفهمه که دوست واقعی کیه، دشمن واقعی کیه دیگه. این نظام دچار سردرگمی ایدئولوژیک و تئوریکه، نتونسته پاسخ بده که دین جایگاهش در بین سوسیالیسم و لیبرالیسم کجاست. من پیدا کردم را جایگاهشو. دین نظام سوری برای مفهوم آزادی و پراپرتی رایته، برای حقوق مالکیته و ادعا میکنم این تزم درسته. راه حل عملی هم براش دارم، برای راه حل هم نیاز به براندازی نیست، نیاز به انگولک کردن قانون اساسی هم نیست. فقط کافیه یه جمله رو آدم بفهمن که آزادی و دین که آقای خاتمی زور میزد بگه اینا سازگارن، اصلا غلط اون حرف. یا بقیه روشنفکران دینی ما میگفتن آزادی یه چیز، دین یه چیزه و زور میزنن اینا رو به هم بچسبونن، اینم غلطه. اونایی هم که برداشت سوسیالیستی از دین میکردن، اونا اصلا ذات استدلالیشون با قنوسیا و جاهلان حدیث و اینا یکیه. اینا هم حتی رفتم در آوردن. من به چیز جدید رسیدم. شما برای مفهوم آزادی بخوای یک کتاب بنویسی، بخوای یک سری اصول موضوع بنویسی و یک نظام سوری ازش استخراج کنی، میشه همین تشیع که شما داری. تمام باگ‌هایی که میزس و رتبارد و هایک و جان لاک داشتن و من رفتم در آوردم. شاید خنده‌دار باشه، شاید مسخره کنید، ولی در آوردم. حالا دارم مینویسمش دیگه. الان هم تدریجی دارم مینویسم، لابلاش 2 تا شروور طنزم اضافه میکنم، چون خب شخصیتم یه ذره طنز دوست داره دیگه. اونم دیگه بالاخره اون جان نشم که اومد راجع به تعادل سیستما و تئوری بازی اومد صحبت کرد، اونم اسکیزوفرنی داشت دیگه. حالا منم یه نقص عقلانی هم من دارم یه چیزی رو خلق میکنم و یه جا دیگه هم یه پرتی میدم. آدم کامل که نداریم که. مغز من اگه قرار بود انقدر درست کار کنه که فوشم نده، مؤدبم باشه، تئوری پردازی هم بکنه، تحلیل هم بکنه، هوش مصنوعی هم کار کنه، با ادبم بمونه، اگه من این ویژگی‌ها رو داشتم اعلام پیامبری میکردم، مثلا میگفتم من ظهور کردم خودم. ولی خب من این ویژگی‌ها ندارم، من میدونم نقص دارم.
خب من نقصمو پذیرفتم، شما هم نقص منو بپذیرید، فواید منم ببینید دیگه. این اصلا درستش همینه. شما اگه بخوای شما همه از راه حل انسان‌ها رو عبور کردی آقای جنت. انسان تراز نوین کنی، همه انسان‌ها رو، خب میشم اون نه نظام الان شما کمونیستی از راه دیگه. حل میخوای عبور برای همه کردید آدم‌ها که استاندارد اخلاقی تعریف آقای کنی. جنت خب. یا مثلا یه مثال بزنید بگم برای اینکه من تا کجای نه ماجرا الان از رفتم راه فکر حل عبور کردم. کردید شما. نه من این راه حل بهتر اصلا نه دارم. ندادید الان راه ما یکم حل به هنوز. مشکلاتمون نه دارم میگم اینا راه حل همینه. راه حل فهم این مسئله است که دین نظام سوری باثبات برای مفهوم آزادیه. وقتی که نگاه و آزادی هم مفهومش یعنی حقوق مالکیت، property right. اینو شما اگه بفهمید، تمام آیه‌های قرآن از اول تا آخر دوباره بخونی، تمام احادیث محکم رو از اول تا آخر بخونی، همش برات معنی پیدا میکنه. هر جا جای شیطان تو پرانتز بذاری دولت، برات معنی پیدا میکنه. اون وقت اگه میخوای مشکل جمعیت رو حل بکنی، ما الان مگه مقام معظم رهبری نفرمودن که ما مشکل رشد جمعیت داریم و گفتن، من به وزیر بهداشت گفتم فلان. همون موقع من یه مقاله جدا نوشتم، گفتم این که شما فکر کنید مشکل رشد جمعیت ما به خاطر مسائل بهداشتی و پزشکیه، این شما صورت مثلا متوجه نشدی. دلیل عدم رشد جمعیت ما کاهش افزایش رجحان زمانی تصمیم گیری افراده. یعنی آدما لذت آنی رو به لذت بلند مدت دارن ترجیح میدن. یعنی چی؟ یعنی شما تورم 50% داری، من اگه الان خرج کنم به نفعمه تا 6 ماه دیگه خرج کنم، چون با تورم فقیرتر میشم. چون داری من مالیات با فشار زیاد میگیری، من نمیتونم به فکر بلند مدت برنامه‌ریزی برای اموالم باشم. وقتی که من بلند مدت نتونم فکر کنم، در گام اول لذت آنی که ترجیح بدم، میرم به سمت روابط نامشروع، میرم به سمت روابط ناپایدار. پس من اصلا ازدواج نمی‌کنم، میخوام بچه دار شم. حالا اگر ازدواج جمع بکنم، میگم ازدواج میکنم ولی توافق کنیم بچه دار نشیم، چون باز من نمیتونم با این تورم و مالیات که رجحان زمانی رو داره برای من افزایش میده، به فکر اعمال تمدنی باشم که میشه تشکیل خانواده. پس راه حل ما احترام گذاشتن به حقوق مالکیته. راه حل ما پزشکی و راه حل ما تو وزارت بهداشت نه، اون نیست که بخوایم کاندوما رو از روستا جمع کنیم و غربالگری رو برداریم. نه، راه حل ما احترام به حقوق مالکیته. یعنی من اجازه بدم آدم‌ها بر اموال خودشون تصمیم بگیرن، با مالیات و تورم مضاعف مداخله نکنن. و نکته بعدی، وقتی که ما در دین خودمون داریم که خب بچه عملا در تحت مالکیت پدر و مادره، پس تربیتش هم با پدر و مادره. پس وقتی شما میخوای با حجاب و استانداردهای دستوری دولتی فرهنگ بچه رو تغییر بدی، داری لذت حقوق مالکیت رو از بچه از خانواده در میاری. وقتی که لذت حقوق مالکیت و همه حواشی حقوق مالکیت برای بچه دار شدن شما از خانواده بگیری، جامعه تو میره به سمت اینکه از فرزندآوری دوری کنه. حالا شما شما صورت مسئله رو درست نفهمیدی، میری به وزیر بهداشت میگی مثلا کاندوما رو جمع کنید یا غربالگری رو ممنوع کنید. نه تنها بچه داری مشکل تولد تو حل نمیشه، مشکل رشد جمعیت حل نمیشه، که اتفاقا یه مشکل جدیدی به عنوان تولد فرزندان معلول هم بهت اضافه میشه. به عنوان فرزندان ناخواسته هم بهت اضافه میشه. فرزند ناخواسته در شرایط تورمی و مالیات باعث افزایش دعوای زن و شوهرها میشه، باعث افزایش طلاق میشه. ببین چه زنجیره‌ای فراهم میکنه پشت هم. راه حل وقتی بحثش حقوق مالکیت، ما بفهمیم که دین برای مفهوم آزادی اومده، از تو دین نمیریم دنبال مسائل علمی و مثلا واکسن بزنم یا نزنم و غیره. از تو دین میرم دنبال آزادی میگردم. میگم کجا دین اومده راجع به آزادی چه نظری داده، من برم از آزادی دفاع کنم، از پراپرتی رایت برم دفاع کنم، از حقوق مالکیت دفاع کنم، از اراده آزاد دفاع کنم. اون وقت حتی من میتونم احادیث جعلی که قنوسیات اومدن توی روایات و اینا گنجوندن، اونا رو هم پیدا کنم. هر جا هر حدیثی شما دیدی که اومده حقوق مالکیت رو نقض کرده، آزادی و اراده آزاد انسان نقض کرده، دقیقاً اون حدیث رو میتونی مطمئن بشی که راوی قوی نداشته. حتما حلقه‌های گم شده اون وسط داشته که میتونی بگی این حدیث ضعیف بوده یا قلوب بوده یا اغراق یعنی بوده. آقای جنت خواست شما کاملا معتقدید که مذهب شیعه طرفدار حقوق مالکیت و بله طرفدار بله آزادیه بله، طرفدار آزادیه. دقیقاً. و در مذهب شیعه دقیقاً مذهب شیعه نه تنها مدافع حقوق مالکیته، بلکه دولت رو
کاملا مهمترین عامل نقض حقوق مالکیت میبینه. ببین شما وقتی که اون مثال معروف میلتون فریدمنه که میگه شما اداره بیابانو بدی دست دولت شن کم میاره، ما الان این با چشم میبینیم دیگه. شن و بیابون نسبتش مثل ایران و نفت و گازه. تو در کشوری که مثل شن بیابون نفت و گاز داری، ناترازی انرژی داری که من بهش میگم قحطی کمونیستی. کلمه ناترازی انرژی آدرس غلط دادنه. ناترازی که میگی یعنی باید یه چیزی رو تراز کنی. قحطی کمونیستی که میگی یعنی باید بری کمونیستی تو ورداری که این قحطی حل بشه. این خیانتی که بعضی از اصلاح طلبها به کشور میکنن با کمک به خیانت به کلمات. شما وقتی میگی ناترازی انرژی یعنی داری به کلمات خیانت میکنی، به صورت مسئله داری گم میکنی، داری جامعه رو به بیراهه میبری. ولی وقتی میگی قحطی کمونیستیه میگی آها، پس به خاطر این که ما مداخله کردیم در حقوق مالکیت که به صورت زنجیروار این اتفاقا برای ما افتاده. مثلا اومدیم برای بنزین مثال بعدی قیمت براتون بزنم. گذاشتیم. نه اینو بخوام من یه تشریح کنم که جمله شما بگم، هستی. دکتر بهمنش آقای بهمنش، یه لحظه باش من این تمومش کنم. ای فلگی تا اینجا اومدم و این همه اساتید اینجا هستن، من جرئت کردم در برابرشون این صحبت ها رو بکنم. ببین ما یکم مهمترین مشکلاتمون چیه؟ ما در دین این جمله معروف رو داریم که خداوند در قرآن حتی در رابطه با زنا، راجع به دزدی، راجع به نمیدونم زنای محسنه، راجع به قتل، راجع به هیچ کدوم از اینا نگفته اعلان جنگ مستقیم با خداست، ولی راجع به ربا اینو گفته. بعضی از علمای ما میان حسن روای بانکی ما رو توجیه میکنن. بذارید من حرفم تموم حسن شه. میان روای بانکی رو توجیه میکنن در صورتی که ما میدونیم رباه. شما داری پول چاپ میکنی الکی. چاپ پول یعنی چی؟ یعنی منی که کارمندم، منی که نمیدونم سن و سالی ازم گذشته بازنشست شدم، یه پولی اومدم به عنوان حقوق مالکیتم اومدم مالک یه بخشی از پول شدم، وقت و زمان و انرژیمو فروختم، پول گرفتم بابتش. حالا من نشستم تو خونم 70 سالمه دیگه نمیتونم کار کنم. شما میای تورم ایجاد میکنی از تو جیب منی که من دیگه توان مطالعه ندارم، توان سرمایه گذاری مالی ندارم، از جیب من داری دزدی میکنی با تورم. آقا تو وقتی ساختار بانکیت با دزدی داره میره جلو، تو وقتی اعلان جنگ مستقیم با خدا کردی با ربا، چجوری میخوای در برابر دیگر دشمنانت مثل اسرائیل و آمریکا امثال اون بایستی؟ تو اول باید از اعلان جنگ مستقیم با خدا دست برداری تا خدا بیاد پشتیبان تو بشه در جنگ با دشمن. خدا الان در جنگ با دشمن پشتیبان تو نیست. میخوای به خاطر این حرف منو بنداز زندان، بنداز زندان، اشکال نداره. ولی خدا به خاطر اینکه شما اعلان جنگ مستقیم باش کردی با تورم و ربا، با پول اجباری دولتی، خدا پشتیبان شما نیست. این به این معنی نیست که شما بانکداری رو اصلاح بکنید ربا تو جامعه پاهضم میشه. برای اینکه اراده آزاده، یه سری آدما ممکنه بخوام با هم دیگه با ربا معامله کنن، ولی نه اینکه تمام زیر ساخت کشورت بر اساس ربا باشه، نه اینکه زیر ساخت بانکداری مرکزی تو بر اساس دزدی از جیب مردم باشه. شما یک روایت، حدیث، آیه پیدا کن که به شما مشروعیت بده که مثل شب بخوابی صبح بلند بشی قانون تصویب بکنی که مالیات بر ارزش افزوده 1% باید بره روش، که اون 1% نرفته روش، 9% که شده 10%، 11% مالیات بر ارزش افزوده زیاد شده. اینم به فریب میگن که این 1% زیاد شده، ولی 9% مالیات بر ارزش افزوده میشه 10%، یعنی شما مالیات 11% زیاد کردی. بعد اصلا ما همچین چیزی نداریم تو دین. کی گفته ما مالیات اینجوری بدیم؟ حضرت علی نامه میزنه میگه مردم به زور مالیات نگیر. میگه آقا اگه خراج نگیریم به زور به ما نمیدن. حضرت علی میگه چه بهتر. آقا دیگه شما اگه میخواید بحث شیعه بری جلو، باید آزادی محض رو فراهم کنی. آزادی که تو میتونی فراهم بکنی هیچ جای دیگه نیست. اصلا مفهوم ظهور هم الان عوض میشه وقتی شما از جنبه پراپرتی رایت نگاه کنی. مفهوم ظهور این میشه، آقای هایک اومد گفتش که شما دولت حداقلی باید داشته باشی، اون نگهبان شب. یعنی در فرمولش، در نظام سوریش برای مفهوم آزادی، بزرگترین ناقض آزادی رو به عنوان اصل قرار داده. خب این یعنی کانسیستنت نیست، یعنی باثبات نیست این تز. اصل ظهور که در واقع میشه زیر مجموعه امامت، میاد میگه که شما یه جامعه منتظر چه زمانی از شر دولت خلاص میشه؟ وقتی که نیاز به نگهبان شب نداره. چه زمانی نیاز به نگهبان شب نداره؟ زمانی که آدما با هم دیگه نقض عهد نمیکنن
و حقوق مالکیت دیگری رو در جایی که ناظری وجود نداره نقض نمیکنن. یعنی اگه کسی نیست که دوربینی هم وجود نداره، من مال کسی رو ندزدم یا با یکی قرارداد بستم، قراردادم با یارو نقض نکنم اگه زورم رسید. این کارا رو میکنیم که ضرورت وجود دولت فراهم میشه. جامعه منتظر انقدر باید کار نیک انجام بده و تبلیغ کار نیک بکنه و از طریق کار نیک اینو نشون بده به آدما که هی این دولت کوچیک بشه کوچیک بشه کوچیک بشه کوچیک بشه. تا کجا کوچیک میشه؟ تا جایی که ما دانش بشری داریم و علم داریم و خدامون علم از طریق دین به ما داده. ظهور یعنی این که اون نفر آخر میاد و چنان حقیقت رو به همه ما نشان میدهد دیگه ما در خفای خودمونم رومون نمیشه دزدی کنیم، زورمونم برسه نقض عهد نمی کنیم. در واقع دولت رو به زانو در میاره وقتی ظهور رخ بده. یعنی همون که گفتن دولت رو از دین و علم تهی میکنه، دولت میشه یک خدمتکار، شیطان اونجا سجده میکنه. برعکسش چی میشه؟ این فراماسونری و اینا که دوستان میان میگن که چشم دلاره و اینا چیه؟ فراماسونری خلاصش میشه دولت پرستی. فراماسونری یعنی من برای همه مشکلاتم میخوام مثلا با دولت حل کنم. ول کنید اون چشم و اینا رو. اونا نمیگم غلطه یا درسته، اونا مهم نیست اصلا. فراماسونری دولت پرستی، تمام ساختار فراماسونری رو کنی دولت پرستیه. راه حل همه منتهی بر دولته. فمینیسم که فراماسون رو هم پشتشن چیه؟ میگه شما باید ازدواج کردی بعد طلاق نصف کنی اموالو. چجوری اموالو میتونی نصف کنی؟ زمانی میتونی اموال نصف کنی که دولت تمام تراکنش‌های مالی دو طرف رو نگه داره. این میشه دولت پرستی، میشه مداخله و نقض آزادی، میشه بعداً پوستتو بکنه. اسلام اومده چی گفته؟ گفته آقا من نمیدونم، شما ممکنه قراردادهای 2 به 2 با هم ببندید، 2 تا شاهد هم امضا کنن، هیچ دولتی هم وجود نداشته باشه. همین قولنامه‌ها که ما داشتیم و دارن به اشتباه حذفش میکنن. میگه من نمیدونم اینجوریه که نمیخوامم دولت در زندگی شما مداخله کنه. همین الان نقد بگو چقدر مهریه میدی، نقد بگو که این دیتا به دولت داده نشه، آزادی تو حفظ بشه. فمینیسم میاد میگه زن حقوقش رو بیاد از دولت بگیره، از مالکیت خانواده افراد در بیان، نمیگه که به مالکیت دولت در بیان. یا مثلا چه میدونم، من دارم میگم شما وقتی عینک پراپرتی رایت بزنی یهو میبینی تمام دین برای تو کانسیستنت میشه. اقتصاد، سیاست خارجی. الان بحث سیاست خارجی ما با کی؟ با اسرائیل. اینا به من بستن که شما تحکیم موضع اسرائیل کردی، تحکیم موضع رژیم صهیونیستی کردی. من الان قوی ترین تئوری برای رد رژیم صهیونیستی دارم. دولت شیطانه، دولتی که بر اساس نژاد و قوم به اصطلاح بخواد به وجود بیاد میشه نازیسم عملا، که ریشه اون برمیگرده به چی؟ ریشه اون برمیگرده به کالکتیویسم. کالکتیویسم از کجا در میاد؟ کالکتیویسم از گنوسیسم و در واقع ریشش برمیگرده به جنون دیالکتیک که به اشتباه دوستان بهش حالا میگن آقای منطق نخواه میخوای اون دیالکتیک. بحث قبلی رو می اسرائیل رو تموم کنم چون بعدا هم اینو شاید ضبط کردم ببرم دفاع کنم و خودم اینو کوتاه بیام. این رژیم نه اصلا اتاق صهیونیستی ضبط چیکار نیست، میتونی کرده؟ بردارین. آره، رژیم صهیونیستی چیکار کرده؟ اومده پراپرتی رایت رو نقض کرده. چجوری نقض کرده؟ چجوری نقضش کرده؟ یه سری فلسطینی اونجا بودن، یه سری یهودی هم اومدن زمین خریدن موندن. تا اینجا که مسئله پیش نیومد که. به محض اینکه خواست دولت تشکیل بده که دولت همان شیطان است، اومده با قوه قهریه دولت نقض حقوق مالکیت آدم‌های دیگه هم کرده. یعنی فلسطینی نشسته از خونه‌ش انداختش بیرون. پس در واقع ما با منطق حقوق مالکیت و آزادی محض اگر وارد بحث با اسرائیل بشیم، اول باید در کشور خودمون حقوق مالکیت رو تصویب کنیم. یعنی اصل تصاوب اول که پیامبر میگه هر کس زمین مرده ای را زنده کند مالک آن زمین خواهد بود. ما این همه زمین داریم، همه مالکش دولته، هیچ کی نمیتونه ازش استفاده کنه. در صورتی که پیامبر رو صریحا گفته تو میتونی بری الان یه خیابون یا زمین یه جای بی صاحبه و آباد نیست، آبادش کنی صاحبش بشی. ما اصل تصاوب اول تو کشور خودمون رعایت نکردیم که این اصل رو آنارکو کاپیتالیستا بهش میگن اصل تصاوب اول و روتبارد میاد راجعش صحبت میکنه که آنارکو کاپیتالیسم مثلا ریشش از همین اصل تصاوب اول در میاد روی زمین و بحث مالکیت. این سخن پیامبره. شما سخن پیامبر رو ول میکنی میگی لیبرالیسم غربی فلان. همین رو شما سفت بگیری از پراپرتی رایت به این نتیجه میرسی که اجازه نداری تعرفه صادرات و واردات در اقتصادت اعمال بکنی.
تعرفه صادرات و واردات رو نمیتونی اعمال بکنی، مالیات هم اجازه نداری بدون رضایت افراد ازشون بگیری، مگر در امور خیلی مشابه، مثلا امور دفاعی ملی. نه که پول بگیری از ملت بگی میخوام آموزش رایگان کنم، اونو رایگان کنم. آموزش رایگان گرونتر از آموزش پولی در میاد، و اینکه تو آزادی داری نقض میکنی. وقتی که این کارو بکنی، این کار به صورت ناقص در دبی رخ داده، در امارات مالیات صفره، تعرفه صادرات و واردات هم صفره، بیابون شده تمدن. این مملکت اگر شما همین دو کار رو انجام بدی، با این همه منابع، با این همه تنوع آب و هوایی، با این همه پتانسیل فرهنگی گردشگری، با این ریشه تمدنی فرهنگی ما، هر استان ما اندازه امارات جی دی پیش میشه. اصلا شوخی هم نیست، کاملا جدی این حرف. حرفای آقای حجت عبدالملکی نیست، منطق پراپرتی رایت داره پشتش. شما میشی اسفنجی که پول جمع میکنی از کل دنیا. همین دوتا کار انجام بدی، در حضور تحریما هم اگر این دوتا کار انجام بدی، بعد تو اگر با این دوتا کار بشی سنگر آزادی، سنگر پراپرتی رایت بشی، اصلا اسرائیل مگه به صورت مفهومی میتونه وجود داشته باشه؟ یکی دیگه از نقشه های گنوسیسم چیه؟ یا همون قنوسیا که اینا ریشهشون به همون دولت پرستی برمیگرده. اینا چون پیرو دیالکتیکن، عاشق اینن که جنگ درست کنن. هم استالین گنوسی بوده، هم به لحاظ استدلالی میگم ممکن خودش خبر نداشته باشه، هم هیتلر بوده. این دوتا با هم درگیر شدن. این گینوسی رو هیتلر شهر بده چون برای گنوسی بود شنونده های هیتلر جنت چون ها. گنوسی بود دیگه تمام. من ماهاست که به من کسی میکروفون نمیده، میگم بذارید که خود شهر تخلیه بده برای عقده کنم. شنونده ها. گنوسی چیه؟ شعر نه به میدم، من خدا همه رو داریم دارم لذت میبریم. مینویسم، همه من رو دارم دارم لذت مینویسم. میبرم. من دارم لذت میبرم. خروجی اون گنوسیسمی که آقای هیتلر بهش دوچار بود و میخواست همه آدما رو هدایت کنه به بهشت، شد کشتار یهودیا. همون بهونه شد برای تشکیل رژیم صهیونیستی. آیا اینا مثلا 300 تا سرمایه‌دار با هم جمع شدن اینو برنامه‌ریزی کردن؟ نه، 300 تا سرمایه‌دار کار نکردن. اینا فقط از جنون دیالکتیکی پیروی کردن که شیطان یکی از روش‌های فریبش برای انسان بوده. مثل نرم افزار نصب کرده، در یک نظم خودجوش هم داره اون پروسه رو اینور جلو. حالا همون نقشه شیطان که دیالکتیکه، نقشه شیطان از هراکلیتوس که جنگ عشق تز و سنتز، تز و آنتی تز و سنتز میاد، برای این که طرف مقابلش شبیه خودش بکنه که نابود بکنه، و آخرین و تنها نظام سوری کانسیستنت برای مفهوم آزادی همین تشیعی که من دارم راجع بهش صحبت میکنم، که اصل امامت هم برای اون ظهورش، برای اون جایگزینی با اون بحث دولت نگهبان شب هایک داشتم مطرح میکردمش. اینه برای نابودی این تو باید چیکار کنی؟ باید در یک بازی دیالکتیک اینو بندازی که بگی تو باید با من بجنگی، به محض اینکه تو وارد زمین بازی شیطان تو اون جنون دیالکتیک بشی شبیهش میشی. اون وقت تو شیعه رو جوری پیاده میکنی که همه خروجیاش سوسیالیستی کمونیستی میشه. آقا من میگم تو آقای جنت زندگی ها شهروندا شما، مداخله میکنی، تو اقتصاد مداخله میکنی، ناترازی و من قحطی میگم کمونیستی تو تریبون انرژی دارید در اجازه میاری. بدید چه بخشو. اتفاقی میشه؟ چه اتفاقی میفته؟ اتفاقی که میفته اینه که تو هم به نقطه‌ای میرسی که شهروندای خودت میگن تو که شبیه اسرائیلی شدی که. آقای خب من جنت دارم ها من میگم شما میگم شما این بازم مسیر رو مایک داری نباید یا بری. من که نیومدم تحکیم موضوع رژیم صهیونیستی کنم که تو این حکم سنگین به من دادی. تو آخه بشین گوش بده ببین ما چی میگیم. شاید یکی خر شد، تیری به تخته و آسمون خورد، بعد 1400 سال ما یه تست تو علوم انسانی تونستیم تو این مملکت بدیم که راهکار بشه برامون. خب قبلی‌ها که جواب نداده دیگه، و بذار جدیدش رو یکی داره مطرح میکنه، بذار این جواب بده دیگه. آقای جنت خیلی ها؟ سرتون رو درد آوردم، ولی فقط نه خواستم بگم بازم که مایک داری، من فقط رو گوش تزی بده. کار کردم که راه حل برای این دوستان. من میگم مثلا از چی باید توبه کنم؟ از راه حلی میگم که بدون خشونت دارم میدم باید توبه کنم؟ آقای جنت ها میگم بازم مایک داری، ولی گوشم بده یه چند دقیقه میگم اگه اشکال نداره. آقا اصلا من چون انقدر شما حرف مایک داری زدم که که تا صحبت کنی. 4 ساعت دیگه هم بگید من گوش میدم تا خودتون به من ایرادی نوبت بدید. نداره، من میگم شما استفاده مایک داری. کردیم. خیلی یعنی خوب بود، اینجا ماشاءالله منسجم. خیلی خوب. آقای به من یه لحظه